بچه ها به چنل یوتیوب ما خوش اومدین. ما امروز یه ذره روی این دست اندازه آروم برو. ما امروز از خونه زدیم بیرون که بریم یه جایی، ولی نمیدونیم کجایی. احتمالا بریم سمت بیکوز، ولی چون پلن خاصی نداریم گفتیم حالا همینجوری یه فیلم بگیریم ببینیم به کجا میرسیم. شاید جای باحال گرم از توش، شاید جاهای باحال رفتیم، شاید جاهای مزخرف رفتیم. بریم ببینیم چی میشه. مزخرف نداریم. مسافرامون رو سوار کنیم. یه نفرمون سوار شده. البته سلام. سلام داداشیا، به کانال یوتیوب ما خوش اومدین. بچه‌ها سابسکرایب یادتون نره. آفرین. دوباره بگو. سابسکرایب یادتون نره. واقعا تو تالا اینو حس کردی؟ آره. گربه ما آخه اون ترک بود ولی نمیفهمید هرچی هم باشه میفهمه. فارسی ولی میفهمه. فارسی هم نمیفهمه. حالا خودم خوشم میزنه به خریت، چون اسمش هم صدا میکنم بهم خوش نمیاره. گربه ما این برای اینه که کشتی رو میخوام بندازم. میخوام بریم بالای اون. میتونیم بریم، باحاله. نریم یه توی کام. چرا اول بریم بعدش. آره بریم. بعد بریم بالا. آره اون رو چه بامزن. نگاه چه باله. آره کافه. از این کافه چرکا. اونم حال میده بریم. منم خوشم میاد. همون چایی بخوریم. ولی ورودی اون آخر کدوم بره؟ از این بغل مگه نیست؟ آها راست میگه اون بره. اینجا. آره بریم همونجا چایی. بریم اونجا. بیا اینو بریم. اینو بریم برگردیم بعد بریم. بریم شاید چیز خوبی بوده که آقا اینقدر تاکید کرده. بیاید بریم کافه های این رو ببینیم، اگه خوب نبود بریم این کافه چرکولیه این زیر خیلی باحاله. اینجا بخوریم. بریم ببینیم اگه خوب بود. خوبه آره، خیلی گذشت، خیلی قشنگه. وسط با بشیم، دم اون شیشه هم نمیدونم اینجا اوکی، این چهارتاییه خوبه دیگه. بدون آره İran severim bu işi. Ama ben de böyle. Beni çekiyorsunuz değil mi? çekmiyorum. خب ببینیم سارا خانم چی بود اسم این قهوه؟ قهوه عثمانی. عثمانی؟ ببینیم سارا. söyledim ben zaten. Olmaz. Sütlüyle. Sütlü olmaz ki. Ben kaç kere شیر داره. Ama onlar normal kahve şeyi. Ben Türk kahvesi lazım. Fal tutuyorum. Söylüyordum öyle Kırım yana bakın. sütle olmaz. Eyvah. Siz biliyor musunuz? Eyvah. Eyvah. İtalya. Kötü. Güzel. Para geliyor. Para kazanıyor. Para. Burada Şu euro. an- Burada hep euro var bak O euro. benim için değil, onun için. Senin için mi? Geçmiş olsun. Al canım bunu yıka bunu götür. Güzel. Ben de bakarım. Para var. Para var. Para var. Para var. Şurada bak şurada para var. Zengin çocuk. Zengin mi bu? Ha. Sen bana beni gör ha. خیلی داری کم کاری میکنی. میخوای پاشم رو میز برقصم؟ نه از زبونت استفاده کن. با زبان. با زبان.
امروز دوستشو دیده چیز شده مؤدب شد. آره مؤدب شده دوست صمیمی مؤدب بوده و خیلی تعارف داره. دوستشو دیده انقدر حرف میزنه باهاش دل نمیده به فیلم غیبت داریم میکنیم. آره همش غیبت اونایی که نیستن این اونایی که چیزم. نیستین حواستون باشه ببینید این دوتا رو تو مدرسه توی میز میشینیم. این تو مدرسه بغل دستیم. قهوه‌تون هم که خوردین چطور بود؟ بابا بچه قهوه بود. من مگر قهوه سفارش دادم. بیار ببینم براتاشو بیار پیتزا خب یه نوشته غذاش خوب بوده، وای یکی نوشته غذاش خیلی بد بوده. چند تا ویو بعد آره تو چی می‌خوای سفارش بدی؟ ببین دو تا من پپرونی. پپرونی؟ منم پپر برای خودم سفارش میدم. اوکی پس بگو بیا سفارش رو بدی افقی بد شد الان بارم برای من بیاد بچه مردم پنیر توش شمزدهیه. واقعا منم همین حد باشم. الان آقای فیلمبردار میاد و صورتت سو میکنه دیدی تو عروسی‌ها قدیمی ها معذب میشی با کلاس میشی من با چنگال دارم میخورم. دیدم همین تا فیلم گرفتی با چنگال. از سارا قشنگ مدل مؤدبی داره اروپایی. نمیتونم موچشو بگیرم اینو بگیریم موچه اینو گرفتم داداش خوب میخوری. من از شماره 4 چرا 3 4؟ میدم. چرا 4 یا 3 یا 5 دوست یا دارم 10 از 4 نمره بدم. خواستی فضولید مگه من دوست دارم این چرا اوکی، روشن کن من بگو. تصویر صورتم خوب باشه. آره خراب کرده حالی رید توش. خب اوکی بگو بذار اینو بذارم اینجا. داشتم میگفتم که این رستوران this is where I put my review. It was a shitty restaurant. I didn't like it at all. ترکی هم میتونی بگی سیش çok kötü bir restoranmış. فارسی میگی؟ نیش Ben başkasına duydum. sonradan fark ettim. شماره چند دادی ترکی؟ شماره چند دادم؟ گفتی از 4 چند میدی؟ من به شماره 3 دادم. من چون شماره 3 رو خوشم اومد. آره. من از فضاش چون خیلی خوشم اومد غذاش هم خوب بود غذاش با مزه بود فقط یه تو خوشت نیومد ریویو میدم. من از 5 3 میدم، شاید 2 بدم. اوه این از اون هست که تو بفرمایید شام اصلا پاره پوره است اینو دعوت نکنیم با خونم شما چند میدی؟ من میرم تو ریویوهاش کامنت میذارم من هنوز گفتم بود. خب بچه دیگه کم کم جمع کنیم بریم یه کم هم اینجا قدم بزنیم کنار ساحل خوش ویو توالت من اینجوری بود. سلام بچه‌ها. خداحافظ. قد کن دوباره. خب بچه بیپوز گردیمون تموم شد کم کم داریم برمیگردیم خونه هامون چونو باز شد داری بچه‌ها. خسته و پاره داریم میاییم و خونه ای به ببخشید باسنمون باز شد. چرا؟ چی؟ کاری نکردی نه کاری نکردیم. نشستیم رستوران چیز میز خوردیم یه آره. ذرم پیاده روی رفتیم کنار ساحل چرا وا شد؟ چونمون چرا وا شد؟ دلیل خاصی نداره. باز بود مثل. خب ولی خیلی حال داد از این جرنی لذت بردیم ما. 1 2 3 یا کجا برو؟ تو برو تویه. بچه ها لایک و کامنت و
سابسکرایب یادتون نره. ما کلی زحمت کشیدیم. بای ما که بای. داریم زحمت میکشیم مخصوصا نمیدونی چه بلایی سر ما آمده